الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 44 از آموزش کلمة التوحید است. کلمة التوحید، کلمة الطیبه، کلمة النجات، کلمة الصدق والإخلاص، آنی که لا اله الا الله محمد رسول الله، نیست معبود بر حق بجز الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. و در این حلقه بإذن الله ما به شرح و توضیح شرط دیگری صحت لا اله الا الله خواهیم پرداخت و الله را حمد و ثنا و شکر و ستایش می نماییم که به ما بندگانش توفیق داد تا به شرح و توضیح چهارمین شرط لا اله الا الله بپردازیم. و در حقیقت این شرط هم شرط صحت لا اله الا الله است. و وقتی که این شرط هم اصلش نابود می گردد یا بالکل از انسان نابود می گردد، لا اله الا اللهش به انسان نه در این دنیا و آخرت منفعت نخواهد بخشید. شیخ سلیمان ابن حمدان رحمه الله می گویند: و رابعها الإخلاص فاعلم وضده هو الشرك بالمعبود في كل مقصد وإخلاص أنواع العبادة كلها كذا النفي للشرك المفند والند كما أمر الله الكريم نبيه بسورة تنزيل الكتاب الممجد. شرط صحت لا اله الا الله چهارمینش این اخلاص است. چهارمین شرط صحت لا اله الا الله اخلاص است. بدان که ضد اخلاص این شرک است. شرک آوردن به معبود یگانه الله رب العزت و الجلال در همه مقصد هاست. در کدام قصد و در کدام نیت به پهلوی الله چیزی را برابر کردن، به الله چیزی را برابر کردن، این شرک است. و اخلاص این نمودهای تمام عبادت را در بر میگیرد و در تمام عبادت وجود باید داشته باشد. و این چنین نابودی شرک باید در تمام نیت و قصد و اراده و عبادت ها باید وجود داشته باشد. باید تمام عبادت به الله انجام داده شد، چگونه ای که الله امر کرده است به رسولش و نبیش در سوره تنزیل کتاب ممجد. در سوره های قرآنی که الله به محمد صلی الله علیه و سلم نازل نموده است، بیان نموده است که باید در تمام عملها اخلاص به الله وجود داشته باشد و در تمام عملها باید شرک نفی و نابود باشد. پس برادرم و خواهر عزیزم، به تو معلوم گشت که چهارمین شرط صحت لا اله الا الله این الاخلاص است. پس اخلاص چی معنی دارد؟ بارک الله فیکم. هر یک کلمه که شریعت استفاده میبرد، خواه صلات باشد، نماز یعنی، یا صوم روزه باشد، یا زکات باشد، یا حج باشد، یا
عمره باشد، یا کلمه بدعت باشد، یا تقوا، یا کلمه علم و یقین و صدق و اخلاص و این شرط های لا اله الا الله یا نفی و اثبات، همه اش از دو جهت معنا دارد، از جهت لغوی و از جهت شرعی. ما کلمه اخلاص را از طرف لغت نظر میکنیم که اخلاص در لغت زبان عرب چی معنی دارد. یعنی پیش از آمدن اسلام، پیش از آمدن قرآن، پیش از آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم، عرب ها کلمه اخلاص را به کدام معنا استفاده می بردند و بعد از آمدن شریعت این کلمه اخلاص را در مسائل شرعی به کدام معنا استفاده می برد. باید انسان بداند، چرا که این معنا از همدیگر فرق دارد. عادتا علما میگند معنای لغوی کلمه هایی که در شریعت استفاده شده است، معنای لغویش عموم است و معنای شرعی که در شریعت استفاده برده است خصوص است، خاص است. چگونه کلمه بیان میکنم؟ بالمثال یتضح المقال، با مثال آوردن صحبت واضح کرده و روشن کرده می شود. پس اخلاص در لغت از خلوص، از خالصیت گرفته شدگی هست. خلوص یعنی خالصیت، خالص شدن معنیش صفا، پاکی، تازگی و جدا شدنی یک چیزی پاک یا یک چیز از چیزی دیگر، تمیز و فرق گذاری که علما این را میگن صفا، تقنیه یا تنقیه، التهذیب و مخالطه نشدنی چیزی به چیزی دیگر، آمیخته نشدنی چیزی. ببینید صفا و پاکی و همه این معنای اخلاص در لغت است و به همین معنا در قرآن هم آیات آمده است که الله سبحانه و تعالی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خلصوا نجیه ای انفردوا و تمیزوا عن المخالطه. خلصوا نجیه معناش این است که الله در اینجا فرمود که یعنی انفردوا، یگانه شدند و جدا شدند و مخالطه نکردند، یعنی آمیخته نشدند. یا که در آیه دیگر میگه الله لبنا خالصا، لبن خالص. عادتا در جنت شیرهای خالص است. چگونه شیرهای خالص؟ یعنی شیری که به یک چیزی دیگر آمیخته نشده است، شیر تازه. خالصة لذکورین، فقط تنها برای مردها. و این البته معنای لغوی اخلاص بود که در قرآن هم استفاده شده است. اما کلمه اخلاص در شریعت چی معنی دارد؟ علما میگند قصد الله وحده بالعمل والطاعة وإرادة وجهه وإرادة وجهه بالعباد. یگانه الله را در عمل و در طاعت و در عبادت قصد نمودن و به خاطر وجه الله عمل را انجام دادن. انمین اخلاص در شریعت است. و الا یقع قائلها فی الشرک، و همچنین گوینده اخلاص یا گوینده کلمه لا اله الا الله نباید به شرک واقع بشود. انمین معنای اخلاص است. پس ما از این دو معنای کلمه اخلاص، معنای لغویش و معنای شرعیش، کدامش را در نظر داریم؟ در لا اله الا الله، در شرح توضیح لا اله الا الله، در صحت لا اله الا الله، کدام از این دو معنا مطلوب است؟ معنای شرعی، یعنی کسی که لا اله الا الله میگوید یا که دیگر عملهای اسلامی را انجام میدهد یا که طاعت الله را انجام میدهد و تمام عبادت را که انجام میدهد، باید از انجام این عملها فقط و فقط قصدش الله یگانه باید باشد.
نیتش تنها الله باشد و به خاطر اراده وجه الله رب العزت و الجلال تنها به الله این عمل را انجام میدهد و به شرک واقع نگردد. خصوصا گوینده لا اله الا الله به شرک واقع نگردد. این اخلاص است و مراد به اخلاص در قول و در گفتن لا اله الا الله این است که گوینده لا اله الا الله به شرک واقع نشود، آمیخته نشود. یعنی یخالط، علما میگن معنای اخلاص رو اگر استفاده بریم، کسی که لا اله الا الله میگوید در لا اله الا الله باید اخلاص داشته باشد، یعنی لا اله الا الله بعد از گفتنش به شرک آمیخته نسازد، خودش رو به شرک آمیخته نسازد، به ریا آمیخته نسازد. نه در اصل دین و نه در جزئیات و فرعیات مسائل و احکام دین. یعنی در یگان قسمی از قسمهای دین انسان نباید عملش را به ریا آمیخته کند یا که به شرک آمیخته کند. هر دویش ممنوع است. بلکه مسلمان و مؤمن لا اله الا الله را باید مخلصاً بگوید و از شرک خود را دور بگیرد و از شرک باید پاک باشد. و انمین مراد از کلمه اخلاص در شرط صحت لا اله الا الله است. یعنی کسی که لا اله الا الله میگوید باید اخلاصش به وجود آمده باشد. وقتی که همین معنا را به جا آورد، وقتی که اخلاص را به همین معنا اجرا نکرد، لا اله الا الله گفت، نطق کرد، اما به لا اله الا الله شرک را آمیخته کرد. لا اله الا الله میگوید، عمل را انجام میدهد، عبادت را انجام میدهد، باز طواف در قبر اولیای، باز شتابان به نزد سحر جادوگری، باز رد کردن آیات الله، باز رد کردن احکام الله، باز ترک نمودن تمام عملهای اسلامی، باز ترک نمودن نماز و باز و باز و باز و آمیخته کردن به شرک. سبحان الله. بلا و مصیبت را از الله ندانستن، نجات را از الله ندانستن، از کسی دیگر دانستن، یا که عمل را به خاطر الله انجام ندادن و ریاکاری کردن. این همه اش نابودی اخلاص است. یعنی نبودن شرط، به جا آوردن شرط صحت لا اله الا الله است. وقتی که اخلاص نابود شد، به جا آورد، پس لا اله الا الله شما صحیح نیست. سبحان الله. انا معنای اخلاص همین است. پس ضرورترین چیز برای هر یک فرد مسلمان این فهمیدن معنای اخلاص است. زیرا وقتی که معنای اخلاص را شما باید و شاید چگونه که شریعت طلب نموده است میفهمید، در همان حالت حقیقت اخلاص را به جا می آورید. پس بفهمید، درک بکنید، تأمل بکنید، اندیشه بکنید و خود را به میزان قواعد شریعت گذارید و ببینید که آیا شما اخلاص دارید یا ندارید. بارک الله فیکم. پس این چونین اخلاص به دیگر عباره ها هم، به دیگر معناها هم و که به نام های دیگر هم استفاده شده است. به معنای اینکه در بعض حالت ها اخلاص همچون به عباره ابتغاء وجه الله، فقط طلب وجه الله، وجه یعنی روی الله، به خاطر تنها الله، یا که اخلاص به معنای نیت، اخلاص به معنای ارادت یا که قصد هم استفاده شده است. نیت به مانند حدیثی که آمده است انما الاعمال بالنیات، حدیثی که امام بخاری روایت میکنند و از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه است، حدیث غریب و صحیح. در اینجا گفته شده است که هر آینه عمل ها قبول شویش وابسته به نیت است. اینجا نیت به معنای اخلاص آمده است، یعنی قبول شوی عمل ها وابسته به اخلاص انسان است. اگر نیتش یعنی خاص به خاطر اخلاص الله بود قبول است، اما در نیتش، در خواستش
اراده الله نبود، خاص برای الله نبود، به چیزی دیگر بود، قبول نیست. و این چنین در بعض حالت ابتغاء به معنای اخلاص آمده است. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره اللیل آیه 20 میگوید الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، مگرم کسانی که طلب وجه رب بزرگشان و اعلاشان را میکنند. و این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن ان الله حرم علی النار من قال لا اله الا الله یبتغی بذلك وجه الله. الله حرام قرار داده است به آتش دوزخ شخصانی را که لا اله الا الله را میگویند و مقصد از گفتن لا اله الا الله فقط ابتغاء، یعنی خواستی از این کلمه میخواهند تنها وجه و خاطر الله را. و این چنین در بعض حالت ها اراده، خواستن، اراده. به معنای این چنین اخلاص میاد. خیلی که در سوره آل عمران آیه 152 آمده است منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. کسانی از شما اراده دنیا دارند و کسانی از شما اراده آخرت دارند. بارک الله فیکم. پس اخلاص در دین به نهایت مکانت و اهمیت و درجه بزرگی را قائل است و منزلتش و مکانتش به نهایت بزرگ است، زیرا که اخلاص این رکن دین است، اساس دین است، یعنی از همه سختترین و مهمترین چیز دین است و یگان عمل و عبادت بدون اخلاص قبول نخواهد شد. عمل عبادتی که اخلاص ندارد قبول نیست، چگونه که در این مسئله دلیل های زیاد از قرآن و سنت به من شما رسیده است. و اخلاص این یک غایت است و مقصد است که به خاطر همین تمام خلق و مخلوقات خلق شده اند و رسولان فرستاده شده اند. و دلیل به این سخن الله رب العزة والجلال در سوره بینه آیه 5 است که الله میگه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. من امر نکردم شما را بجز این که مرا یگانه خودم را مخلصانه پرستش نمایید. مخلصانه، لیعبدو ای لیوحدو، یعنی یگانه مرا مخلصانه با توحید بشناسید و بدانید که صاحب دین الله است و این دین و تمام این دین، یعنی در اینجا بعضی علما میگن حکم همه اش از جانب الله است. یعنی من، الله میگه شما را بجز مرا با توحید پرستیدن و مخلص، یعنی یگانه به خاطر من عمل رو انجام دادن و دین را، ای عمل را، تمام عملهایتان را و تمام این احکام را از من دانستن، دیگر به دیگر چیزی امر نکردم. و در آیت دیگر در سوره زاریات الله سبحانه و تعالی در سوره زاریات 56 می فرماید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکرده ام جن ها و انسان ها را مگرم به خاطر توحید، ای لیعبدون. خیلی که روایت از ابن عباس ای یوحدون، تا که مرا به توحید بشناسند، تا که موحد باشند. پس معلوم است که عبادت قبول نمی شود و حتی به عبادت نظر کرده نمی شود تا همان زمانی که عبادت با اخلاص نباشد یا که عبادت خالص به خاطر الله یگانه نباشد و با همراهیش توحید وجود نداشته باشد و شرک و خرافات و بدعت از وی نابود نباشد. برای همین است که سلف این امت
از صحابگان تابعین و تبع تابعین به نهایت اعتنای شدید، اهمیت شدید به اخلاص می دادند و نفسهای خود را مجبور می کردند، تربیه می کردند به اخلاص تا که مخلص باشند. در حقیقت وقتی که به سیره سلف این امت نظر میکنیم میبینیم که خودشون را به اخلاص تربیه می‌نمودند و اعتنای شدید در مسئله اخلاص داشتند. سفیان الثوری رحمه الله میگند ما عالجت شيئا اشد علی من نیتی لانها تنقلب علی. من از نیتم دیده سختر چیزی دیگری را معالجه نکرده ام، زیرا که همین نیت به ضد من انقلاب میکرد یا که میکند. پس انسان باید خودش رو معالجه بکند. انسان خودش رو باید همیشه در زیر نظر داشته باشد و انسان باید اعتنای بزرگ به اخلاص و نیت خود داشته باشد. و امام احمد رحمه الله میگن امر نیت شدید. امر نیت، موضوع نیت به نهایت سخت است، عادی مسئله نیست، چرا که خوشبختی و بدبختی از همین جا به وقوع می آید. پس نیت اینجا به معنای اخلاص است. یا که وقتی که نظر به قشیری میکنه میگه اعز شیء فی الدنیا الاخلاص، عزیزترین چیز در این دنیا این اخلاص است. و ابن القیم الجوزی رحمه الله در کتاب فواید خود ذکر میکنند و میگن لا یجتمع الاخلاص فی القلب و محبت المدح والثناء والطمع فيما عند الناس. در قلب یک انسان اخلاص و محبت و دوستداری، مدح و ثنا شنیدن و طمع کردن از مردم جمع نمی شود. یعنی یک انسان مؤمن و مخلص هیچگاه در دلش جمع شده نمیتواند که بعد از این باز از مردم ثنا طلب نماید، محبت مردم را طلب نماید، از مردم طمع بکند، چیز خواسته باشد، در حالتی که اخلاص داشته باشد. پس مخلص کسی است که به خاطر الله عمل را انجام میدهد و از مردم، سخن مردم، دوست داشتن یا نداشتن مردم یا از مدح و ثنای مردم بی‌نیاز است و این چنین به مردم هیچ طعمه هم ندارد، از مردم هیچ چیزی هم نمیخواهد. سبحان الله، این حیات سلف بود. تمام دنیا بر ضدت بخیزد وقتی که مخلصی پروا نخواهی کرد، اما وقتی که اخلاص رفت همیشه مقصد تو ثنای مردم است. میخواهی که همیشه مردم تو را ثنا گویند، وقتی که ثنا نگفتند خسته و غمگین خواهی شد. پس از اینجا فهمیده می شود که اخلاص مکانت و درجه و به نهایت یک مسئله بزرگ است. مکانت درجه اش به نهایت بزرگ است. پس اخلاص این مرادف و هم معنای کلمه توحید است. اخلاص و توحید و این چنین کلمه افراد به معنای یگانه استفاده برده می شود. و در شریعت وقتی که نظر می کنیم این کلمه ها و این لفظ ها یکی اش از دیگرش همچون جانشین آمده است. کلمه توحید به معنای اخلاص و افراد و کلمه افراد به معنای توحید و اخلاص و کلمه اخلاص به معنای توحید و افراد. پس ما به شما ذکر نمودیم در حلقه های گذشته که توحید نامیده می شود به خاطر اینکه در این دو رکن وجود دارد، نفی و اثبات. رکن اول نفی یعنی حقیقت نفی چیست، حقیقتش و اساس نفی یعنی کفر بر طاغوت کردن. معنای کفر بر طاغوت
بیزاری جستن از کفر و از شرک و این چنین بیزاری جستن از کافران اهل کفر و از مشرکان اهل شرک. سوم، دشمنی کردن به کافران و مشرکان، بد دیدن کفر و شرک و تکفیر کردن کافران و مشرکان. ببینید این حقیقت کفر بر طاغوت است. یعنی کفر بر طاغوت به خود شروط ها دارد. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله 5 شرط را ذکر نمودند. اعتقاد کردن بر این که تمام معبودانی که بجز الله هست باطل است. ترک کردن طاغوت پرستی. بعد از این بیزاری جستن از کفر و شرک و از کافران و مشرکان و بد دیدن شرک و کفر و تکفیر کردن آنها و بد دیدن و دشمنی کردن کفر کافران، یعنی کافران و مشرکان. این رکن اول نفی است، یعنی نفی لا اله. نفی توحید هم همین است. نفی رکن اول توحید نفی است و رکن دومش اثبات است. کلمه لا اله الا الله نفی و اثبات. لا اله نفی، الا الله اثبات. معنای نفی یعنی رد کردن تمام الهان باطل که این را کفر بالطاغوت میگن. کفر بالطاغوت را ما به شما ذکر کردیم الان. و بعد از این میگذاریم به رکن دومی اثبات. رکن دومی توحید اثبات. حقیقت اثبات چیست؟ حقیقتش عبادت کردن یگانه الله. یگانه الله را عبادت نمودن و از تکبر و استکبار از عبادت الله دست کشیدن و این چنین از روی گردانی از طاعت الله، از امتناع کردن از این چیزا دست کشیدن و ملتزم به دین الله و شریعتش شدن و امتثال کردن و پابرجا بودن در امرهای الله و فرضهای الله کرده به بندگانش. این حقیقت اثباتش. پس نفی اثبات هم معنی را دارد. پس ببینید اگر ترک کننده رکن اولی توحید نفی مشرک به اعتبار گرفته شود، اعتبار مشرکی داشته باشد، یعنی کسی که نفی رکن اولی لا اله الا الله کفر بر طاغوت را ترک کند مشرک باشد، یعنی کسی که کفر بر طاغوت نداشته باشد و اخلاص نداشته باشد در عبادت الله و اخلاصش به عبادت غیر الله باشد، اگر این را ما کافر گوییم، پس رکن ترک کننده رکن دوم توحید هم کافر است که این عبادت چی است؟ کسی که از عبادت الله امتناع میکند، خودداری میکند، از عبادت کردن روی میگرداند، از طاعت کردن روی میگرداند، کبر میکند، روی میگرداند و یگانه الله را پرستش نمیکند. پس بارک الله فیکم، این رکن دومی لا اله الا الله است. البته به همین این حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده باذن الله دلیل های اخلاص را از قرآن و بعد از این دلیل های اخلاص را از سنت و قول های علمای اهل سنت و الجماعت را در مسئله اخلاص به شما